به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان علاقه‌مندان به صنعت قهوه. مطابق معمول و طبق برنامه‌ای که از قبل داشتیم، دوشنبه ها دوباره رسیدیم خدمتتون با یک برنامه جذاب دیگه. هدف و معیاری که در کل این مجموعه برنامه‌هایی که براتون می‌سازیم و در یوتیوب آپلود می‌کنیم این هستش که بتونیم یک به نوعی ارتقا بدیم دانش و علمی که در صنعت قهوه وجود داره، صنعت نوپای قهوه. البته شاید به نوعی میشه گفت از سال 94 از اواسط 90 سال 90 از اواسط دهه 90 یه جورایی در واقع قهوه دیگه مردم بهش میل پیدا کردن، علاقه پیدا کردن و به همین واسطه ما هنوز که هنوزه با یک صنعت نوپا و یک صنعت بسیار بسیار نابالغ در طرف هستیم و این نیازمند این هستش که برنامه‌های مختلفی ساخته بشه، صحبت‌های بسیار زیادی بشه تا بتونیم به یک جنبندی خوب در صنعت قهوه برسیم. قبل از هر چیز میخوام تقدیر و تشکر داشته باشم از همه شما عزیزان و بزرگواران که لطف دارید چنل ما رو سابسکرایب میکنید، لایک میکنید، گاهن کامنت میذارید و از ما حمایت میکنید. این نیازمند تقدیر و تشکر بسیار زیاده. امیدوارم که قابل باشیم، امیدوارم که جوری باشه که بتونیم پاسخگو این همه مهر و محبت همه شما عزیزان باشیم. بی نهایت قدردانتونیم. توی این برنامه قرار راجع به یک موضوع خیلی مهم صحبت بکنیم و اون این هستش که چرا خیلی وقتها ما میبینیم که یه سری از کافه ها خیلی شلوغن و یه سری از کافه ها خیلی خلوتن. در واقع میخوایم منحصراً راجع به این صحبت بکنیم کافه های شلوغ چه ویژگی های مشترکی دارن. اصل موضوع برنامه ما دقیقاً همینه. چی باعث میشه که کافه هایی در سطح شهر تو همه شهرها، چه توی تهران، اصفهان، شیراز، یزد، شهرهای کوچیک، شهرهای بزرگ، چه پارامتر اصلی و اساسی وجود داره که باعث میشه که یک کافه حتی ممکنه مثلا به 3 ماه کارم نرسه ولی خیلی شلوغ‌تر از یک کافه‌ای باشه که مثلا حداقل 3 سال 4 سال داره کار میکنه. اون اتفاق دقیقاً چیه؟ اون موضوعیه که امروز قرار راجبش صحبت بکنیم. بلا شک کافه های شلوغ یا کافه رستوران های شلوغ یک اولویت اصلی و اساسی دارن. امکان نداره که با صاحبین اینها صحبت بکنی و ببینی که در کنه کلامشون واژه مشتری هدف نیست. بسیار بسیار مشتری هدف اهمیت داره. بلا شک میتونیم بگیم که اولویت اصلی در کار در همه شاید کسب و کارها بلخص کسب و کار کافه و کافه رستوران اولویت بندی بر اساس مشتری های هدفه. خیلی مهمه که ما بتونیم مشتری های هدفمون رو تشخیص بدیم و بر اساس اونها بقیه پارامترهای کاریمون رو بچینیم. خیلی نکته مهمی رو عرض کردم خدمتتون. ما قبل از اینکه اصلا یک لوکیشن رو اجاره بکنیم یا بخریم، حالا هر چیزی، قبل از اینکه بخوایم دکور بکنیم، قبل از اینکه بخوایم تجهیزات بخریم، قبل از اینکه بخوایم منو نویسی انجام بدیم، البته که اولات منو نویسی انجام داد، بعد بر اساس منو تجهیزات خرید، قبل از اینکه بخوایم کارهای تبلیغاتی انجام بدیم و قبل از همه اینها اصل موضوع مشتری های هدفه. ما برای کی داریم کافه رستوران میزنیم؟ ما برای کی میخوایم قهوه سرو بکنیم؟ ما برای کی میخوایم آیتم های منو رو بنویسیم؟ خیلی نکته مهمیه. ببینید اگر شما مشتری های هدفتون رو به خوبی شناسایی نکنید و احساس بکنید که میتونید توی یک جامعه هر کسی بیاد به کافه شما سر بزنه، مطمئن باشین که از یک اشتباه استراتژیک برخوردار هستید. میگم قبل از هر چیزی اولویت اصلی مشتری های هدف. هیچ وقت شما نمیتونید که مشتری های هدف رو ازشون چشم‌پوشی بکنید و هیچ وقت نمیتونید مشتری هدف رو کنار بگذارید و فکر بکنید که حالا به واسطه هر چیزی میتونیم حالا بریم سراغ موارد دیگه. ابدا. پس واژه مشتری هدف، دو واژه مهمی که در کنار هم وقتی قرار میگیره میتونی یک بیزینس رو
به نوک قله موفقیت برسونه یا میتونه به انتهای دره شکست ببره. راجع به مشتری هدف صحبت زیاده. ما اصلا باید چطور مشتری هدفمون رو تشخیص بدیم؟ نکته اول اینه که ما اصلا میخوایم چه گروهی رو مبنای کاری خودمون قرار بدیم. این گروه با چی خوشحال میشن، با چی ناراحت میشن، با چی غمگین میشن، چه اتفاقی تو جامعه بیفته اونا مهیج میشن، اونا به وجد میان، چه اتفاقی تو جامعه ما بیفته مثلا اونا امکان داره که کافه من دیگه نیان و چه اتفاقا بیفته ممکنه بیشتر به سمت کافه من میل پیدا بکنن. مشتری های هدف من تو چه گروه سنی قرار میگیرن؟ مشتری های هدف من تو چه سطحی از جامعه هستن؟ سطح اجتماعی منظورمه. مثلا دانشجوها هستن، محصلین هستن، یا مثلا تحصیل کردهایی هستن که فارغ التحصیل شدن حالا از یک دانشگاه خاص یا دانشگاه‌هایی خاص. مشتری های هدف من کارمندان هستن. حتی جدیداً دیدیم برخی از کافه ها اصلا کافه هایی که مناسب پزشکان در واقع اومده توی یه لوکیشنی که کلی مطب هست، ساختمان پزشکان هست، اومده اونجا یه کافه برای پزشکان مثلا ایجاد کرده. با حالا یه جلوتر میگم راجع به کانسپت هم میخوام صحبت بکنم، با یه کانسپتی که کاملا نشون دهنده اینه که مشتری های هدفش رو با برنامه انتخاب کرده. ما دقیقا مشتری هدفمون کیه؟ تو چه سطحی از اجتماع جامعه ما قرار داره؟ و نکته بعدی اینه که اصلا مشتری های هدف ما تو چه سطح مالی قرار دارن؟ ما قرار مشتری های هدفمون رو چه کسانی قرار بدیم؟ اونا قراره چی کار بکنن؟ اونا اصلا شغلشون چیه؟ اونا صبح که از خواب بیدار میشن دغدغه‌شون چیه؟ چی باعث میشه که یک صبح و زودتر از خواب بیدار بشن؟ باور کنید اینا همش مهمه. چی باعث میشه که یک روز صبح اتفاقا بخوام به خودشون استراحت بدن؟ ارزش‌های ذهنی و متر و معیارهایی که باعث میشه که هر فردی بتونه در روز خودش تشخیص بده که چطور میخواد زندگی بکنه. حتی کاملا یک مسئله جامعه شناسی و روانشناسیه. یعنی ما مشتری های هدف رو وقتی به درستی انتخاب بکنیم و بر اساس اونها بتونیم برنامه ریزی بکنیم، ایمان داشته باشید که موفقیت حاصل خواهد شد. ایمان داشته باشید به این موضوع. یکی از موارد مهم دیگه‌ای که توی مشتری‌های هدف قرار داره بحث ارزشه. مشتری‌های هدف ما چه چیزی رو ارزش میدونن، چه چیزی رو بی ارزش میدونن. این بسیار بسیار مهمه. اگر شناخت خوبی از مشتری‌های هدف داشته باشیم میتونیم گام‌های بعدی رو برداریم. ولی اگر شناخت خوبی رو نداشته باشیم نمیتونیم درست و بر مبنای اونها برنامه‌ریزی‌های خوبی داشته باشیم. یک مفهوم خیلی مهم در کافه ها وجود داره تحت عنوان کانسپت. کانسپت رو اگه بخوایم یک مفهومی براش تعریف بکنیم و بتونیم به یک واژه‌ای برسیم که از این به بعد اگه داریم راجع به کانسپت صحبت میکنیم منظورمون چیه، باید بگیم اون هسته و اون جوهر وجودی که باعث شده که ما کارمون رو بر اساس اون ببریم جلو. کافه هایی که کانسپت دارن مطمئن باشید مشتری هدف دارن و بر اساس مشتری های هدفشون تعریف کردن، تنظیم کردن، تدوین کردن که چه کانسپتی داشته باشن. تعیین کانسپت فقط و فقط بر اساس مشتری های هدف صورت میگیره. بیایم کانسپت رو یکم بازش بکنیم. وقتی ما یک کانسپت خوبی رو برای کارمون تونستیم ایجاد بکنیم، بعد از اون میتونیم به یک ادبیات خوب برسیم برای ارتباط با مشتری. ادبیات یعنی چی؟ یعنی دقیقاً نقطه‌ای که ما میایم و قراره که دکورمون رو انجام بدیم، قرار منو بنویسیم، قرار قیمت گذاری بکنیم، قرار آیتم هایی رو داخل منو قرار بدیم که اتفاقاً تو اون کانسپت ما میخوره و اون مشتری های هدف میل دارم به سفارش اون آیتم تو منو. خیلی نکته مهمی رو دارم خدمتتون عرض میکنم. ما کانسپت رو وقتی بتونیم به درستی تعریف بکنیم بر اساس مشتری های هدف، 2 قدم بزرگ، یعنی ابتدا مشتری هدف و بعد کانسپت رو برداشتیم. توی یه کافه میریم میبینیم که مشتری های هدف رو به خوبی تونسته تعریف بکنه ولی کانسپت رو نتونسته به درستی ارزش گذاری بکنه و براش و برای اون برنامه ریزی بکنه.
مثلا توی یه کافه‌ای که این ارزش برای مشتری وجود داره که من وقتی وارد شدم همه چیز از نظر بصری برای من سینک باشه، برای من تنظیم خوبی داشته باشه، چیزی منو اذیت نکنه از نظر بصری. ما توی یک سری از کانسپت ها باید بیایم تعریف بکنیم که مشتری وقتی وارد شد از لحظه‌ای که جلوی در اومد و تا موقعی که نشست پشت میزش، یک حالا ویتر یا ویترس یا کسی که حالا توی سالن وظیفه داره همراه این فرد بره تا میز اونو راهنمایی بکنه، حتی موقعی نشستن صندلی رو براش بیاره عقب، طرف بشینه و مثلا موقعی که قرار نوشیدنی براش سرو بشه، نوشیدنی روی میز قرار بگیره، براش سرو بشه و در اختیارش قرار بگیره. کانسپت مفهوم بسیار مهمیه. وقتی کانسپت رو بتونیم به درستی از ایفای نقشش خبر داشته باشیم و بتونیم به درستی اجراش بکنیم، میتونیم یک طراحی در دکور به شیوه صحیح داشته باشیم. کانسپت به قدری اهمیت داره که اگر یک فردی بتونه کانسپتش رو درست تعریف بکنه، همونطوری که گفتم، یک گام دیگه به سمت موفقیت برداشته. وقتی که تونستیم کانسپت رو به درستی تعریف بکنیم، وقتی که تونستیم دکورمون رو بر اساس کانسپتمون اجرا بکنیم و تونستیم یک دکورسازی صحیح داشته باشیم، میتونیم ادبیات خوبی با مشتریمون داشته باشیم. سوال اینجاست ادبیات یعنی چی؟ وقتی یک مشتری وارد کافه میشه، از لحظه‌ای که قراره وارد کافه بشه تا لحظه‌ای که میشینه روی صندلیش و پشت میزش قرار میگیره، کافه ما انگار داره باهاش صحبت میکنه. خیلی تو مفهوم ابتدایی یه کافه میتونیم وقتی واردش میشیم احساس بکنیم ما اومدیم توی یه کافه گرون یا توی یه کافه ارزون. ما توی یه کافه وقتی وارد میشیم خیلی وقتا میتونیم وقتی نشستیم جو کافه میتونه به ما این رو بفهمونه، جو و همون کانسپته میتونه به ما بفهمونه ما قراره یک آیتم با کیفیت داشته باشیم یا نه قراره یه آیتم بی کیفیت داشته باشیم، قراره صرفاً هزینه خیلی زیادی بکنیم یا قراره به میزانی که هزینه میکنیم کیفیت دریافت بکنیم. راجع به کانسپت و مشتری‌های هدف بحث بسیار زیاده. برای اینکه توی ویدیوهای بعدی بتونیم راجع به کانسپت صحبت بکنیم، شاید دعوت بکنم از اساتیدی که در این زمینه تخصص خیلی خوبی دارن بیان به جمعمون اضافه بشن. اما قبلش اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایکش بکنید و کانال ما رو سابسکرایب بکنید. به امید دیدار.